سلام قابل توجه با سلام با توشم و مشتریان محترم. دستگاه تست باطی مدل اتوماتیک جفت شستی و مدل هندلی 250 آمپر و 200 آمپر فندار دارای تست دینام سواری و کامیون. و حالا من این دستگاه رو خدمتتون تست میکنم و حالا دستگاه جفت شسته به باطی میزنیم. این دستگاه به صورت اتوماتیک و دستی است، یعنی شما استارت میزنی، اگه استوب نکنی دستگاه خودش استوب میکنه و حالا شما استوب بزنی وسط دستگاه در وسط تست قطع میکنه و به این حالت میگیم دستی اتوماتیک 200 آمپر. و حالا این 250 آمپر دستی رو تست میکنیم خدمتتون. قدرت دستگاه نگاه کنید، دستگاه فوراً باطی را روی تهاوت و فنم موقع تست دینام کار نخواهد کرد و موقع تست باطی به طور خودکار کار خواهد کرد تا زمانی که ما کلیده را از باطی جدا کنیم. یک دستگاه تست به تخلیه فوری 200 و 250 آمپر. باز شک و تست باطی نیرو منصف